مارکتینگ یعنی فروش و معرفی یک محصول یا خدمات به مشتریان برای فروش بیشتر. مثلا وقتی که شما یک تبلیغ رو روی بیلبوردهای تبلیغاتی می‌بینین یا توی تلویزیون و یا حتی در اینستاگرام یک محصولی به شما معرفی میشه جهت خرید، این یک مارکتینگ هستش. همینطور ممکنه یک مغازه‌دار جلوی مغازه خودش فریاد بزنه و محصولش رو معرفی کنه. اینم یه جور مارکتینگه. اما دیجیتال یعنی چی؟ هر چیزی که مربوط بشه به دنیای تکنولوژی و اینترنت دیجیتال هستش. و اما دیجیتال مارکتینگ یعنی فروش محصول یا خدمات از طریق تکنولوژی یا فضای اینترنت. اما چرا این روزها اینقدر دیجیتال مارکتینگ مهم شده؟ به خاطر اینکه این روزها مردم بیشتر وقت خودشون رو در اینترنت و در فضای مجازی میگذرونن. از طرف دیگه تبلیغات در فضای سوشال مدیا خیلی ارزان‌تر از تبلیغات سنتی هستش. علاوه بر اون اینترنت چیزی هستش که امروز در دسترس همه هست و به راحتی میشه در هر زمان و مکانی به اون دسترسی داشت و از طریق اون تبلیغات رو انجام داد. یک مزیت مهم دیگه این هستش که از طریق سوشال مدیا و دیجیتال مارکتینگ شما به مشتریانی در کل دنیا دسترسی دارین و میتونین محصولتون رو به اونها معرفی بکنید. اما بیزینس دیجیتال مارکتینگ آنلاین، در واقع در این بیزینس ما به شما آموزش میدیم که چطور این تبلیغات رو در فضای سوشال مدیا انجام بدین، خودتون رو معرفی کنین و یا حتی اگر در هر بیزینس دیگه‌ای مشغول به فعالیت هستین بتونین اون محصول، خدمات یا بیزینس خودتون رو در کل دنیا به مشتریان معرفی کنین. در ازای این آموزشی که ما به افراد میدیم و خدماتی که به اونها ارائه میدیم به عنوان یک منتور کمیسیون دریافت میکنیم از یک کمپانی مادر که در واقع اسپانسر ما هستش برای ارائه این خدمات. از محاسنی که این بیزینس داره این هستش که در هر زمان و مکانی قابل انجام هستش. کمیسیون هایی که ما دریافت میکنیم کمیسیون های بالایی هستن، چون محصولاتی که از طریق این کمپانی مادر به مشتریان ارائه میشه محصولات های تیکتی هستن که در ازای اونها ما هم کمیسیون های بالایی دریافت میکنیم. در بیزینس ما بعد از حدود 5 سال افراد به بازنشستگی میرسن، یعنی علاوه بر درآمد خودشون یک حقوق ثابت دریافت میکنن به صورت ماهیانه و همینطور این بیزینس قابل انتقال به فرزندان یا افراد دیگر خانواده هستش.